صبح دوستان بخیر باشد. دوستان عزیز، در آلمان بعد این نماز صبح یعنی که نماز بامداد را که خواندن، همه خیلی جا آماده شدگی است در مسجد میشینند برای تعلیم گرفتن قرآن و کسانی که نمیتواند می آموزد، زیرا که هر روز یک شنبه یک صحیفه یک پاره میخوانند، هر نفر یک صحیفه. کسی نتواند طرز درست خواندن قرآن را می آموزد. و از جهت دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که کسی که یک حرفی از قرآن میخواند الله سبحانه و تعالی برای او 10 ثواب میدهد. ولا تقولوا الف لام میم حرفا، در حدیث اومده است که شما نگویید که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است و میم یک حرف. یعنی نفر میگوید که الف لام میم، الله سبحانه و تعالی برای او 10 ثواب میدهد. واقعا یک کار خیلی خوبی را انجام میدهند. کسی وقتش باشد میشیند و کسی اکثر کار باشد کفای کارش میشود. هر روز یک شنبه و یک مدت میگذرد انسان میتواند که قرآن طرز درست خواندن قرآن را بیاموزد. واقعا مشروع خیلی زیبا و عمل خیلی خوب و ستودنی است. الله سبحانه و تعالی توفیق دهد که در هر گوشه و کنار عالم همه خیلی جاها باشند که مردم بعد نماز بامداد بشینند طرز درست خواندن قرآن را بیاموزند. و قدر الله مهربان باشه.